اینجا نقطه‌ایه که سرنوشت ساختمون رقم میخوره. چاله آسانسور یعنی نقطه طلایی آرماتور بندی فونداسیون که اگه اینجا اشتباه کنی بعداً باید 100 برابرشو پس بدی. نکته طلاییش اینجاست. ابعادی که توی نقشه‌های سازه ذکر شده ابعاد نهایی چاله است بعد از بتون‌ریزی، ولی ما میدونیم که دیواره خود چاله آسانسور یک آرماتور بندی داره که ضخامتش داخل نقشه‌های سازه از هر طرف 30 سانتی متره. یعنی شما ابعاد چاله آسانسورت که داخل نقشه‌هات اومده از هر طرف باید 30 سانتی متر بیشتر اینو بکنی برای آرماتور بندی دیوارت. پس اگه این 30 سانتی متر رو فراموش کنی ابعاد نهایی چالت کوچیک‌تر میشه، توی پایان کار به مشکل میخوری و کلی هزینه ها و دردسرای بعدیش. من اینجا کنارتم که ساخت و ساز و خیلی ساده و اصولی باهات به اشتراک بذارم. پس همین الان پیجمو فالو کن که توی پروژه‌هات به دردسرای اجرایی نخوری.